به نام خدا. سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم 3 سوال کلیدی در زبان انگلیسی و نحوه پاسخ دادن به اونها رو با همدیگه یاد بگیریم. در بالای صفحه به شکل قرمز رنگ نوشته شده questions سوالات and answers و جواب ها. سوال اول What's your name? به معنای اسم شما چی هست؟ برای جواب دادن به این سوال میتونید از 2 راه استفاده کنید. 1. I'm به اضافه name یا اسمتون. I'm مینا. 2. My name's به اضافه اسمتون. My name's مینا. پس برای جواب دادن به سوال What's your name از I'm مینا My name's مینا استفاده می کنید. Next question یا سوال بعدی How old are you? برای جواب دادن به این سوال که معنیش میشه چند سالتون هست از I'm به اضافه age یا سنتون استفاده میکنید. مثلا I'm 20 من 20 سالمه. یا I'm به اضافه age years old I'm به اضافه سنتون و عبارت years old I'm 20 years old یا I'm 20. پس در جواب سوال How old are you میتونید بگید I'm 20 years old. Next question. سوال بعدی What do you do? What's your job? چه کاره هستید؟ شغل شما چیه؟ برای پاسخ دادن به این سوال از 3 حالت جمله میتونیم استفاده کنیم. I'm a به اضافه job یعنی شغل شما. I'm a doctor من یک دکترم. I'm a teacher من یک معلمم. I'm a housewife من یک زن خانه‌دار هستم. I work as a این همونه. به جاش اینجا معنیش میشه من به عنوان یک فرد یک مثلا معلم کار میکنم. I work as a teacher من به عنوان یک معلم کار میکنم. I work as a doctor من به عنوان یک دکتر کار میکنم. یا معنی کردن راحت ترش میشه من دکتر هستم. I work in یعنی من در فلان جا یا فلان زمینه کار میکنم. I work in a hospital من در بیمارستان کار میکنم. Examples یعنی مثال ها. برای هر کدوم از این سوالات چند تا مثال و جواب آوردیم. What's your name? I'm Mina. My name is Mina. یا my name's Mina. How old are you? I'm 20. I'm 20 years old. What do you do? What's your job? I'm a doctor. من یک دکترم. I'm a housewife. من خانه دارم. I work as a teacher. به عنوان یک معلم کار میکنم. I work in a hospital. من در یک بیمارستان کار میکنم. I'm not working at the moment. من در حال حاضر کار نمی کنم. I'm not working. I'm a student. من یک danish آموزم. I work in marketing. من در زمینه بازاریابی کار میکنم. مارکتینگ، بازاریابی. I'm looking for a job. من دارم دنبال یک کار میگردم. Vocabulary لغات این قسمت name اسم age سن job شغل live زندگی کردن work کار کردن as به عنوان look for something دنبال چیزی گشتن teacher معلم doctor دکتر
housewife خانه‌دار، student دانش آموز، مارکتینگ بازاریابی، hospital بیمارستان. ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. اگر از ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بود حتما لایکش کنید و کانال ما رو برای آموزش‌های بیشتر دنبال کنید. یادتون نره که امید منطقه امن شما برای یادگیریه.